سعی بکنید مراحلی که مطرح میشه و نکاتی که مطرح میشه رو به طور همزمان توی کامپیوتر خودتون نرم افزار مطلب پیاده بکنید که خیلی بهتر بتونید درک بکنید مطالبی که مطرح میکنیم رو و فقط تماشاچی نباشید. سعی بکنید مشارکت هم بکنید و اگر جای سوال یا ابهامی هست حتما بپرسید. ما تو این دوره سعی میکنیم بهتون یاد بدیم که چطور مشکلاتی که توی کار کردن با نرم افزار مطلب پیدا میکنید رو بتونید برطرف بکنید. یعنی صرف ارائه یک سری از توابع نرم افزار مطلب ما اینجا بهش قناعت نمی‌کنیم و سعی می‌کنیم خودتون بتونید تو موضوعات مختلفی که کار میکنید و نیاز دارید بهش بتونید این نیازتون رو برطرف بکنید. و یه نکته دیگه به شروع بحث به ذهنم نمیرسه، فقط بحث تمرینات رو یک بار دیگه بگم که توی ویدیو ضبط شده هم بیاد. ببینید ما برای هر موضوع، هر سرفصل درسی که اینجا قرار ارائه بدیم یک سری تمریناتی خدمتتون ارائه میدیم که این تمرینات رو شما باید تا یک هفته بعد از اون جلسه مربوطه تمرین رو برای ما بفرستید. یعنی تا شروع جلسه هفته بعدش ما در هفته 2 جلسه داریم که برای این 2 جلسه تمرین میدیم. زمانی هم که در واقع یعنی زمان قابل قبول برای ارسال تمرینات هم 1 هفته است. خب من صفحه رو شیر بکنم که بریم برای شروع کلاس. شما الان باید صفحه من رو داشته باشید. نرم افزار مطلب رو شما باید بتونید ببینید. بله داره ضبط میشه. قبل اینکه وارد بحث بشیم، دوستان اون کسایی که سابقه کار کردن با نرم افزار مطلب دارن دستشون رو ببرن بالا. من بدونم چند نفر دوستان کار کردن قبلا با نرم افزار مطلب. اون دوستانی که قبلا با نرم افزار مطلب کار کردن دستشون رو ببرن بالا. یعنی هیچ کس هیچ سابقه کار کردن با نرم افزار مطلب نداره. خب زبون‌های دیگه برنامه‌نویسی چطور؟ دوستانی که با زبون‌های دیگه برنامه‌نویسی مثل سی پلاس پلاس، فورترن یا زبون‌های دیگه کار کردن دستشون رو ببرن بالا. بله اگه با زبون‌های دیگه مثل پایتون یا حوزه‌های دیگه هم هر سابقه‌ای دارید هم لطفا دستتون رو ببرید بالا. می‌خوام چند نفر کار کردن. خب بیارید. ببینید ما این مطالبی که اینجا مطرح می‌کنیم مخصوصا جلسات اول شاید یک مقدار براتون یعنی یک مقدار برای اینکه باشون آشنا بشید براتون راحت باشه یک مقدار سخت باشه، ولی به مرور که از این مباحث استفاده میکنیم و باشون کار میکنیم کم کم براتون جا میفته. یعنی جای نگرانی نیست. اگر تو جلسه اول یک مقدار دچار سردرگمی شدید جای نگرانی نیست. یک مقدار که زمان بگذره این مشکل حل میشه.
بحث اولی که داریم آشنایی با محیط نرم افزار مطلب و مفاهیم اولیه است. ببینید نرم افزار مطلب، من باید این قلمم رو تنظیم بکنم، یه دست من اجازه بدید. بله. شما صفحه الان باید پاورپوینت رو ببینید. پاورپوینت الان مشخصه برای همه. من پیشنهادم اینه که اگر تصویر من رو دارید، تصویر من رو کوچیک بکنید که بتونید صفحه دسکتاپ من رو بهتر ببینید، یعنی با وضوح بیشتر ببینید. بله، مباحثی که اینجا تو کلاس مطرح میشه و تمام کدهایی که نوشته میشه رو تو سایت، تو در واقع صفحه گیت هاب کلاس در خدمتتون، یعنی در اختیارتون قرار میدیم، براتون میفرستیم، جای نگرانی نیست. لینکش رو تو کانال تلگرام میذاریم. بله، اگه اجازه بدید من شروع کنم درس. ببینید نرم افزار مطلب همونطور که از اسمش مشخصه از دو بخش متن و لب در واقع، یعنی اسمش از دو بخش متن و لب تشکیل میشه که متن اول واژه ماتریکسه که نشون دهنده فضای نرم افزاره، که فضای نرم افزار مطلب و کد نویسی تو این فضا بر مبنای ماتریکس تو فضای ماتریسی تعریف میشه و همه آرایه ها به نوعی یک ماتریس هستن، همه متغیرها به نوعی در نرم افزار مطلب یک ماتریس هست و بیس نرم افزار مطلب بر محاسبات ماتریسیه. و بخش دوم ابتدای واژه لابراتوار هست که بیشتر در واقع نشون دهنده اینه که یک آزمایشگاهیه برای انجام در واقع کارهای داده‌ای و کارهای مرتبط با ماتریس و بیشتر هم روی جنبه آزمایشگاهیش داره اینجا تاکید میکنه که نشون دهنده اینه که برای کارهای تحقیقاتی شاید بیشتر کاربرد داره و توی بحث‌های برنامه نویسی و تولید یک نرم افزار شاید خیلی از نرم افزار مطلب استفاده نمی‌کنه. ببینید مثل همه زبان‌های برنامه نویسی یک سری مزایا و معایب میشه برای نرم افزار مطلب مطرح کرد. اولین مزیتی که نرم افزار مطلب داره نسبت به باقی زبان‌ها و که خیلی هم مشخص و خیلی هم قابل لمسه، راحتی استفاده است. یعنی شما تو نرم افزار مطلب، تو زبان برنامه‌نویسی مطلب به راحتی میتونید کدهاتون رو پیاده بکنید، به راحتی میتونید ایده‌ای که دارید رو خیلی سریع تبدیل به کد بکنید و خیلی از مشکلاتی که نرم افزارهای دیگه برنامه‌نویسی دارن رو شما اینجا باشون مواجه نیستید. حالا وقتی با مطلب کار بکنید بیشتر متوجه میشید. البته اگر بخواید مقایسه کنید نیاز داره که تجربه کدنویسی تو زبان‌های برنامه‌نویسی مختلف رو داشته باشید که بتونید مقایسه رو انجام بدید، ولی خب نسبت به زبان‌های دیگه خیلی راحت‌تر میشه اون ایده‌ای که دارید رو پیاده بکنید و اون کدی که می‌خواید رو بنویسید. بحث دیگه که داره اینه که مستقل از سیستم عامله، یعنی تفاوت نمیکنه شما این کدی که نوشتید رو توی چه سیستم عاملی دارید پیاده میکنید، توی مک، توی ویندوز، یا در واقع توی
سیستم عاملهای دیگه تفاوتی در واقع ایجاد نمیکنه. مزیت بعدی بحث سرعت برنامه‌نویسی بالاه که در واقع همون بحث راحتی استفاده هم باش مطرحه، ولی خب اینو مثلا جداگانه مطرح میکنیم ما، چون ببینید تو نرم افزار مطلب شما میتونید به سرعت برنامه رو بنویسید و پیادهش بکنید، ولی برای اینکه اون نرم افزار اجرا بشه و سرعت اجراش یعنی دو تا بحث متفاوته. یعنی ما یه سرعت برنامه نویسی داریم، یک بحث سرعت اجرای اون برنامه است، درست؟ چون در افزار مطلب سرعت برنامه نویسی خیلی بالاه، ولی سرعت اجرا بستگی داره به اینکه شما چطور اون کد رو بنویسید، بستگی به کد شما داره. چون نرم افزار مطلب به شما دست شما رو باز میذاره برای نوشتن کدها و خیلی کارهایی رو میتونید راحت توش انجام بدید. بعضا یعنی خیلی رایج پیش میاد این کدایی که نوشته میشه سرعت بالایی نداره، سرعت نسبتا بالایی نداره، که خب این تو زبونهای برنامه‌نویسی دیگه نیست. نمیشه به عنوان معایب مطرح کرد، ولی خب اگر دقت نکنید میتونه سرعت برنامه‌تون رو، سرعت اجرای برنامه‌تون رو کند بکنه. بحث دیگه ای که هست تول باکس های متنوعی که نرم افزار مطلب داره. تو حوزه‌های مختلف از بحث سیگنال پروسسینگ گرفته، بحث‌های هوش مصنوعی، بحث‌های چه میدونم پردازش داده، بحث‌های حتی مرتبط به مهندسی عمران و حوزه‌های مختلف، تول باکس های خیلی متنوعی تو نرم افزار مطلب هست که میتونید ازش استفاده بکنید. بعضیش تو خود نرم افزار مطلبه، بعضیش هم شما اگه بخواید استفاده کنید باید نصب بکنید و ازش استفاده بکنید. ولی خب تول باکس های خیلی متنوعی هست که میتونه کار شما رو راحت بکنه تو برنامه‌نویسی. اگر بخوایم معایبی هم برای نرم افزار مطلب در واقع مطرح بکنیم، بحث اول چی گفت مهمترین چیزی که میشه اینجا ذکر کرد بحث هزینه است. چون نرم افزار مطلب یک نرم افزار رایگان نیستی. البته خب حالا برای ما که به صورت رایگان استفاده میکنیم، ولی یک نرم افزار رایگانی در حالت کلی نیست و خب شما باقی زبان برنامه‌نویسی میتونید به صورت رایگان استفاده بکنید، مثلا پایتون، سی پلاس پلاس میتونید به صورت رایگان استفاده بکنید، ولی خب تو نرم افزار مطلب اینطور نیست. بحث بعدی که داره نوع زبان برنامه‌نویسیه که اصطلاحاً بهش میگن زبان برنامه‌نویسی تفسیرگرا است. و این زبان برنامه‌نویسی این یه سری امکاناتی به شما میده که شما همونطور که خدمتتون عرض کردم خیلی سریع میتونید برنامه رو اجرا بکنید، ولی بعضا باعث میشه که خب سرعت اجرای برنامه خیلی کند بشه نسبت به زبان‌های برنامه‌نویسی دیگه. خب ما اگر بخوایم محیط نرم افزار مطلب آشنا بشیم، این فضای کلی نرم افزار مطلبه. این بخش بهش میگن کامند ویندو که در واقع محل قسمت اصلی ارتباط با نرم افزار مطلب اینجا اتفاق میفته. دستورات اینجا اجرا میشه، خروجی ها اینجا نمایش داده میشه و در واقع رابط کاربری اصلی نرم افزار مطلب اصل کامند ویندو هست که شما میتونید دستورات رو اینجا روش اجرا بکنید. بخش بعدی بخش کورنت فولدر هست که فولدر و فضایی که تو ویندوز شما، تو سیستم عامل شما این نرم افزار مطلب اونجا داره اجرا میشه، فایل ها رو اونجا فراخوانی میکنه، فایل ها رو اونجا فراخوانی میکنه، فایل ها اونجا ایجاد میشه، این کورنت فولدر. یعنی اگه شما میخواین یک فانکشنی نوشتید میخواین اون فانکشن رو فراخوانی بکنید، یک کدی نوشتید میخواین اون کد رو فراخوانی بکنید، اون کد باید تو کورنت فولدرتون باشه. اگر میخواین آدرس اون کد رو ندید باید تو کورنت فولدر باشه تا بتونید اینجا تو کامند ویندو اون رو فراخوانی بکنید. حالا اینها جلوتر باشون کار میکنیم و خیلی براتون جا میفته. من فقط میخوام این معرفی اولیه اینجا داشته باشم.
بخش بعدی بخش ورک اسپیس هست. تو ورک اسپیس شما متغیرهایی که ایجاد میشه تو حین اجرای برنامه یا تو دستوراتی که تو کاماند ویندو می نویسید، متغیرهایی که ایجاد شده میتونید اینجا ببینید، هم اسمش رو هم مقدارش رو تو فضای ورک اسپیس میتونید ببینید. تو کاماند هیستوری دستوراتی که تو کاماند ویندو اجرا شده تو کاماند هیستوری میاد و میتونید ازش استفاده بکنید. خب اینجا هم تو این قسمت هم آدرس کورنت فولدر رو مشاهده میکنید و میتونید تغییرش بدید. یعنی هم میتونید فقط برید جلو برید، یعنی میتونید این رو تغییر بدید به راحتی، مشکل خاصی نداره. و اینجا ما 3 تا تب داریم، هام، پلات و اپس، که این قسمت بیشتر مربوط میشه به بخش جنبه نرم افزاری مطلب. ببینید مطلب یک نرم افزاره و یک زبون برنامه‌نویسی. شما میتونید استفاده های مختلفی به صورت نرم افزاری بکنید، میتونید پلات های مختلف بکشید به صورت نرم افزاری بدون که کدی بنویسید، میتونید از اپلیکیشن هایی که وجود داره استفاده بکنید بدون که کدی بنویسید. این قسمت بیشتر مربوط به بحث نرم افزاری نرم افزار مطلب میشه که میتونید بدون نوشتن کد یک سری دستورات رو اجرا بکنید. حالا با اینها هم آشنا میشید. خب اینجا میتونید اینجا برای در واقع جستجو توی هلپ نرم افزار مطلب استفاده میشه. شفیعی مثل اینکه برای باقی دوستان این مشکلی نیست، میتونن صفحه رو ببینن. حالا میخواین شما یک بار خارج بشید دوباره وارد بشید ببینید که مشکلتون رفت میشه یا نه. این قسمت میتونید برای جستجو توی هلپ نرم افزار مطلب استفاده بکنید که هلپ نرم افزار مطلب یک هلپ واقعا غنیه. یعنی شما میتونید تقریبا تمام نیازهایی که دارید، تمام نیازهای کار کردن با نرم افزار مطلبی که دارید میتونید با هلپش واقعا برآورده بکنید. خیلی هلپ مفیدیه. حالا ما نحوه کار کردن با هلپ رو هم خدمتتون عرض میکنیم، ولی شما اگه بخواید یه نگاه کلی بهش داشته باشید به این صورتی که فضای هلپ نرم افزار مطلب به این صورت خیلی مفصل تو حوزه‌های مختلف اومده مطالب رو توضیح داده. خود نرم افزار مطلب وقتی میخواین وارد بشید تو حوزه‌های مختلف و موضوعات مختلف تقسیم بندی کرده و میتونید استفاده بکنید. توابع رو میتونید ببینید، مثال‌های مختلفی داره. مثلا توی قسمت ریاضیات که میرید مثلا چه میدونم قسمت اینترپولیشن میبینید که هم توابع رو شما اینجا میتونید ببینید، هم مثال‌های مختلفی داره که میتونید از این مثال‌ها الگو بگیرید برای کارتون. حالا ما بیشتر با قسمت هلپ نرم افزار مطلب کار میکنیم در آینده. خب ببینید ما مثلا اگر بخوایم یک دستوری رو تو کاماند ویندو اجرا بکنیم میتونیم به این صورت به این بنویسیم. مثلا بنویسیم ایریا مساویه با پی. وقتی شما می‌نویسید پی به صورت در واقع عدد پی در نظر میگیره، عدد پی به این صورت تعریف شده. ضرب در 2.5 مثل اینکه یکی از دوستانم مشکل داره با باقی دوستان. چی باقی دوستان مشکل دارن با یعنی نمیبینن صفحه نرم افزار مطلب رو؟ خب من عرض کردم اینو یه باید بزرگ بکنید خودتون. حالا من یعنی این قسمت این پایین یک گزینه‌ای داره میتونید بزنید و بزرگ بشه.
اگر براتون کوچیکه باید بزرگش بکنید، یعنی بزرگ بکنید که بتونید به صورت فول اسکرین ببینید صفحه رو. خب برگردیم. من امیدوارم هرچی سریعتر این مشکلاتی که دارید حل بشه و بتونیم پیش بریم. خب ببینید ما می‌خواستیم یک دستور رو در واقع توی کامند ویندو اجرا بکنیم. من می‌نویسم ایریا مساوی با پی ضرب در 2.5 به توان 2. خب ببینید این دستور رو برای ما اجرا کرد، یعنی عدد پی رو ضرب در 2.5 به توان 2 کرد و مقدارش رو محاسبه کرد و توی ایریا ذخیره کرد. درست؟ ببینید الان شما توی ورک اسپیس این متغیر ایریا رو دارید و مقدارش رو هم به شما نشون داده و اگر روش واسید به شما میگه جنس این متغیر چیه که یک متغیر 1/1 دابله. یا یک دستور دیگه رو من اجرا میکنم، میتونم 1 به علاوه 1 دوم به علاوه 1 سوم. میبینید که الان این عملیات انجام شد و توی x1 ذخیره شد و متغیر x1 به فضای ورک اسپیس ما اضافه شده. خب اگر شما این دستور رو ما داشته باشیم و 3 نقطه قرار بدید، 3 نقطه قرار بدید، میتونید توی خط پایینی ادامه دستور رو بنویسید. به علاوه 1 چهارم به علاوه 1 پنجم رو من اینجا می نویسم. ببینید الان کل این دستور رو با هم اجرا کرد، یعنی در واقع من بعد از اینکه 3 نقطه میذارم وقتی اینتر میذارم دستور اجرا نمیشه، میره خط بعدیش میتونم اونجا بنویسم و کل این عبارت رو حاصلش رو در ایسک ذخیره کرد. خب ببینید ما الان دستوراتی که اجرا کردیم توی کامند هیستوری اومده. من اگر روی هر کدوم این دستورها دابل کلیک بکنم مجددا دوباره اجرا میشه، یعنی من دابل کلیک کردم مجددا دوباره این دستور ایجاد شد. یا روی دستور ایریا اگر دابل کلیک بکنم میبینید که مجددا این دستور اجرا میشه و میتونم یک سری از این دستورات رو بگیرم و همش رو با هم دیگه اجرا بکنم. ببینید من الان این صفحه رو پاک میکنم، با دستور CLC میتونید صفحه رو پاک بکنید، با دستور کلیر هم میتونید همه متغیرها رو پاک بکنید. من وقتی کلیر رو میزنم همه متغیرها پاک میشه و تو فضای ورک اسپیس یه متغیر دیگه ای ما نداریم. خب حالا من این دستورها رو میگیرم و اینتر میزنم، ببینید همشون با هم دیگه اجرا شد و متغیر ایریا و x1 بر ما مجددا ایجاد شد. از دستور کامند هیستوری میتونید استفاده بکنید برای اینکه سرعت کدنویسیتون رو زیاد بکنید، یا شما مثلا میبینید یک سری دستورات رو پشت سر هم اینجا نوشتید و میخواین کپیشون بکنید، میتونید اینجا انتخابش بکنید و کپی بکنید و حالا کپی کنید، حالا ببرید توی اسکریپت بنویسید. حالا با اسکریپت هم در آینده آشنا میشیم، به خود جلوتر آشنا میشیم. خب ببینید خب ما اینجا میتونیم دستورات رو توی کامند ویندو بنویسیم، ولی خب شما دقت میکنید که ما یک دستوری رو که می‌نویسیم، مثلا من می‌نویسم x2 مساویه با x1 به علاوه ایریا. وقتی این رو اینتر میزنم این در واقع دستور اجرا میشه. حالا یه موقع هست من میخوام یک سری دستورات رو پشت سر هم بنویسم و همه رو با هم دیگه اجرا بکنم. اون موقع باید بیام در واقع از اسکریپت یا لایو اسکریپت استفاده بکنم. اینجا تو این گزینه میتونید تو این قسمت میتونید یه نیو اسکریپت باز بکنید یا نیو لایو اسکریپت باز بکنید. من اگر نیو اسکریپت باز بکنم میبینید که همچین فضایی ایجاد میشه که میتونم اینجا یه سری دستورات بنویسم و همش رو با هم دیگه اجرا بکنم. حالا بیشتر با این در واقع آشنا میشیم با بحث، یعنی ما اکثر دستورات و اکثر برنامه‌مون رو تو فضای ادیتور نرم افزار مطلب یا همین اسکریپت نرم افزار مطلب می‌نویسیم. من فقط برای آشنایی گفتم که خدمتتون عرض بکنم.
بله مثلا تابع، شما مثلا بخواید تابع بنویسید یا نه کلا اصلا کدتون رو، کد اصلیتون رو تو اسکریپت می‌نویسید و یه سری توابعی که می‌خواید فراخوانی بکنید هم تو یه سری اسکریپت جدید دیگه می‌نویسید و نهایتا اون اسکریپت اصلی رو ران می‌کنید دیگه. شما توی کامند ویندو شاید فقط یک دستور نهایی که ران کردن اون اسکریپت اصلیه رو پیاده بکنید، اجرا بکنید، یا خروجی ها رو فقط توی کامند ویندو ببینید. خب یه دستوری هم ما داریم به نام هوز. وقتی هوز رو اجرا میکنم، میبینید هوز رو که اجرا میکنم همین فضای ورک اسپیس رو برای من نشون میده. میگه آقا متغیرهایی که دارید، یکی ایریا، یکی ایکس، یکی ایکس 2، سایزش رو میگه که یک متغیر یک در یک. اینا وقتی به صورت یک عدد تعریف شدن، چون اینا همه هم ایریا x1 و x2 همه یک عدد، وقتی به صورت یک عدد تعریف میشن همه یعنی در واقع یک ماتریس یک در یک این رو مطلب میشناسه، به خاطر همین سایزش رو می‌نویسه یک در یک. فضایی که بهش اختصاص داده شده رو بهتون نشون میده و جنس متغیر رو. حالا با جنس متغیرها هم آشنا میشید و این دستور هم در واقع همین فضای ورک اسپیس رو شما میتونید یه مقدار با جزئیات بیشتری اینجا داشته باشید، تو کامند ویندو داشته باشید. ببینید من اگر همچین متغیری داشته باشم x مساوی با 1 2 و 3، خب به این صورت درست. بله سایز همون در واقع تعداد سطر و ستون ماتریکس به نوعی میشه گفت تعداد سطر و ستون ماتریکسه و در واقع وقت اگر دو بعدی باشه همچین چیزی هست. خب ولی مثلا ابعاد بیشتر هم میتونه مطرح بشه. حالا این سوالات مطمئنا جواب داده میشه، یعنی تو بحث که ما پیش بریم به همه این سوالات جواب داده میشه. ولی خب خوب اگر جایی میبینید تو این مباحث که مطرح میکنم، در واقع جای گنگه یا براتون مشخص نیست بپرسید. ولی خب اکثر سوالات یعنی تو درس که پیش میره این همه جواب داده میشه. ببین من متغیر x رو به این صورت تعریف کردم و دستور هوز رو من مجددا اجرا میکنم. ببین الان میگه این x ما سایزش 1/5 و اون حافظه‌ای هم که بهش اختصاص داده 40 بایت، جنسش هم دابله. ببین الان چون ما یک ماتریس 1/5 تعریف کردیم، اینجا هم سایز رو به ما 1/5 نشون داده و اگر اینجا من روی x کلیک بکنم یک فضایی رو به ما نشون میده که فضای متغیر وریبل x، فضای متغیر x که میبینید مقادیر متغیر x اینجا توش نشون داده شده که شما اینجا همینجا میتونید تغییرش بدید. یعنی من اینجا میتونم این رو سی بکنم و اگر من x رو یه بار اینجا اجرا بکنم میبینید که مقدار آرای سوم شده سی. یعنی اینجا میتونم تغییرم بدم بشه، یا حتی میتونم اینجا یه سری چیزا بهش اضافه هم بکنم. ببینید اگه من مثلا این رو اینجا اضافه بکنم و x رو اجرا بکنم میبینید که x به این صورت تغییر کرد. اینجا هم برای دیدن محتویات متغیرها خیلی میتونه به درد بخوره، یعنی خیلی کمکتون میکنه تو برنامه‌نویسی و برای بحث دیباگینگ مخصوصا خیلی میتونه استفاده بشه. و اگر من اینجا ضرب در رو هم بزنم خب این حذف میشه. مثلا در مورد هلپ نرم افزار مطلب خب بخوایم توضیح بدیم، ببین شما با محیط هلپ رو دیدید، ولی اگر ما اینجا بخوایم مثلا یک دستور خاص رو تو هلپ نرم افزار مطلب ببینیم، میتونیم از دستور داک استفاده کنیم. مثلا دستور x، این دستور x میاد اکسپوننشیال یک عددی رو محاسبه میکنه، یعنی اکسپوننشیال 2 یعنی ای به توان 2 رو حساب میکنه. وقتی شما می‌نویسید x به 2 یعنی میاد ای به توان 2 رو برای ما حساب میکنه. حالا اگه من بخوام یه سری اطلاعات در خصوص دستور x پیدا کنم، میتونم با دستور داک این کار رو انجام بدم. داک x وقتی این رو اجرا بکنم به طور در واقع خودکار این هلپ نرم افزار مطلب باز میشه و وارد قسمت مربوط به اون دستور میشه. میبینید که
عنوان دستور نوشته شده، یک توضیحی در خصوص دستور داده شده که می‌بینید این اکسپوننشیال حالا برای اعداد موهومی هم تعریف میشه و به این صورت در واقع مطرح میشه دیگه. و حتی مثال‌های متنوعی داره که میتونید این مثال‌ها رو شما مطالعه بکنید و مثلا یک توضیح خیلی کامل رو میتونید اینجا داشته باشید در دستورات مختلف. و دستور بعدی که تو این زمینه میتونید استفاده کنید هلپ وین هست. هلپ وین به این صورته که یک پنجره کوچیکی باز میکنه و به صورت مختصر خیلی کوتاه میاد توضیح میده که این x چیه، نوشته اکسپوننشیال، یک مقدار کوتاه‌تر از دستور در واقع داک هست، یه مقدار مختصرتر میاد توضیح میده که اینم اگه بخواید به صورت اجمالی بدونید که چی کار میکنه یک دستوری، میتونید از هلپ وین استفاده بکنید. و دستور بعدی خود دستور هلپ هست. هلپ اکس رو اگر من بزنم توضیحات رو میاد همینجا در واقع تو همین دستور تو همین بخش کامنت ویندو ما نشون میده. میبینید که همون توضیحات هلپ وین رو شما اینجا دارید که حتی اگر روی این قسمت داکیومنتیشن فور اکس کلیک بکنید وارد قسمت هلپ نرم افزار مطلب میشه. یا اگر مثلا این زمانی هست شما اون واژه دستور که دنبالش هستید تو دقیق نمیدونید چیه، یادتون نمیاد چیه، شما میتونید با دستور لوک فور سرچ بکنید. اگه شما لوک فور رو بزنید شروع میکنه تمام توابعی که توش این دستور اجرا شده و همه لینک ها رو براتون میاره و حالا بسته به نیازتون میتونید در واقع استفاده بکنید. اگر شما یک بخشی از اون تابع رو هم یادتون باشه و حالا بخشی از دستور یادتون باشه و اونو بنویسید و تب بزنید بهتون یه سری پیشنهادات هم میده. حالا اینجا میبینید الان این در واقع x خیلی زیاد هست، مثلا شاید بهتر باشه با دستور سایز مثلا امتحان کنیم. مثلا نکنید الان شما دو تا وقتی شما siz رو می‌نویسید دو تا پیشنهاد داره وقتی تب میزنید. این هم میتونه خیلی به درتون بخوره، خیلی استفاده بکنید. خب یه سری دستورات مهم دیگه هم هستش که یه اشاره بهشون کردم. CLC و CLC رو وقتی شما بزنید صفحه کامند ویندو پاک میشه. کلیر رو اگر بزنید همه متغیرهای ورک اسپیس پاک میشه، یعنی کل متغیرهایی که ایجاد شده پاک میشه. و CLF رو اگر اجرا بکنید اگر در واقع یک نموداری رسم کرده باشید اونها رو میبنده، کلوز میکنه. و یه موقعی هست نرم افزار مطلب در حال اجرای یه سری دستوراته و شما میخواین متوقفش بکنید. مثلا من اگر همین لوک فور رو بزنم و وسط خب بعضی موقع میبینید خیلی طول میکشه، این خیلی سریع داره انجام میده، این خیلی زیاده. اگر من کنترل سی رو بزنم این عملیات متوقف میشه. کلا هر عملیاتی شما در واقع انجام بده، این نرم افزار مطلب هر عملیاتی در حال انجام اجرای هر برنامه‌ای باشه، در حال اجرای هر عملیاتی باشه، شما کنترل سی رو که بزنید اون دستور در واقع متوقف میشه. خب شما نیاز دارید که بعضی موقع متوقف کنید کار رو، برید یه اصلاحی توی کدتون انجام بدید، دوباره برگردید، اون کار رو میتونید با کنترل سی انجام بدید. خب یک موضوع دیگه هم هست که حالا یک مقدار شاید الان براتون کاربرد نداشته باشه، ولی خب ما اینجا مطرحش میکنیم، بعدا اگر در واقع سوالی بود بازم مطرح بعدا اگه سوالی بود و جایش کنید بود بپرسید، حتما خدمتتون عرض میکنم. ببینید شما وقتی از دستور علامت تعجب استفاده میکنید، هر دستوری که بعدش بنویسید توی CMD ویندوز اجرا میشه.
CMD ویندوز رو به شما نشون بدم. مطمئنا آشنا هستید با CMD ویندوز. این CMD ویندوز یک فضاییه که شما خب میتونید یک سری دستورات رو تو خود ویندوز اجرا بکنید و به سیستم عامل ویندوز بدید و از اون اجرا بکنید. شما اگر تو محیط کامند ویندو هر دستوری رو بعد از علامت تعجب پیاده بکنید و هر دستوری رو بعد از علامت تعجب بنویسید، تو محیط CMD ویندوز پیاده میشه. یعنی من اگر خود علامت تعجب رو بزنم، اصلا برای من CMD ویندوز رو باز میکنه، یعنی خود علامت تعجب CMD ویندوز رو باز میکنه با همین کرنت فولدری که داریم و میتونیم اینجا دستورات رو بنویسیم، دستوراتی که میخوایم تو خود ویندوز برامون ایجاد بشه. یعنی مثلا من اگه CD 2 نقطه رو بزنم میره یک فولدر قبلتر. حالا اگر دوستانی که با این آشنا هستن بیشتر متوجه منظور من میشه. اگه مثلا CD L1 رو بزنم وارد فولدر L1 میشه. یا اگر من بیام علامت تعجب CMD رو بزنم، همین محیط کامند ویندو محیط کامند ویندو مطلب تبدیل میشه به CMD ویندوز. یعنی همینجا میتونم دستورات CMD رو اجرا بکنم. یعنی اگه من بزنم CD 2 نقطه برمیگرده به فولدر قبلی، یعنی الان کرنت فولدر ما شد به این صورت. و اگر CD L1 رو بزنم وارد پوشه L1 میشه. یعنی دستورات ویندوز رو اینجا شما میتونید در واقع اجرا بکنید و با کنترل C هم میتونید خارج بشید دیگه. همونطور که عرض کردم خدمتتون، با کنترل C از هر دستور و هر در واقع وضعیتی که داره اجرا میکنه خارج میشه. یا اگر من مثلا بیام علامت تعجب رو بزنم و تاسک لیست رو داشته باشم، ببینید همه این نرم افزاری که داره در واقع تو ویندوز اجرا میشه رو به من اینجا نشون میده. همون در واقع داره به ما کل نرم افزارهایی که داره تو خود محیط ویندوز، چون این دستور تصدیق در واقع تو CMD اگر اجرا بکنید اینو به شما نشون میده. وقتی شما علامت تعجب رو میزنید و این دستور رو مینویسید، در واقع میره تو محیط CMD ویندوز و این دستور رو برای شما اجرا میکنه و اینجا به شما نشون میده. خب این هم میتونه به دردتون بخوره. حالا تو استفاده اولیه نرم افزار مطلب نیست، ولی چون ما میخواستیم با فضای نرم افزار مطلب آماده شیم و کل موضوع رو اینجا تو یک در واقع توی به صورت دسته‌بندی شده اینجا مطرح بکنیم، این رو هم مطرح کردیم خدمتتون. خب ببینید یه سری نکته‌های دیگه هم توجه بکنید. یه سری تو برنامه نویسیتون یه سری نکاتی رو باید توجه بکنید که ما الان اینجا میخوام یه اشاره‌ای بهشون بکنم. ببینید خب شما میدونید که یک سری دستوراتی در افزار مطلب داره، مثلا همین اکسپوننشیال 2. این رو اگر در واقع بزنید یک دستور خاصی رو مطلب برای شما ایجاد میکنه، برای شما اجرا میکنه. شما باید خیلی دقت بکنید توی برنامه نویسیاتون که یک زمانی وقتی میخواید یک متغیری تعریف بکنید یا یک تابعی تعریف بکنید، از همین اسم استفاده نکنید. یعنی اگر من بنویسم x مساوی با 2، ببینید الان وقتی نوشتم x مساوی با 2 دیگه اون قابلیت تابعی که x داشت ازش گرفته میشه. یعنی من اگر بنویسم x به 3 دیگه نمیاد ای به توان 3 رو برای من محاسبه بکنه. میگه که x یک متغیریه که یک بعدیه، شما وقتی می‌نویسی x به 3 معنی نداره براش. یعنی دیگه اون قابلیت تابع رو ازش گرفتید. پس شما باید دقت بکنید وقتی میخواین یک متغیر رو تعریف بکنید، نباید اسم متغیر دقیقاً مساوی با دستوراتی باشه که تو نرم افزار مطلب هستن. درست؟ به خاطر اینکه در واقع این مشکل هم پیش نیاد، میتونید از مثلا جایی که حالا مشکوکه، جایی که در واقع این نگرانی وجود داره، از کپیتال استفاده بکنید. یعنی از کپیتال لتر استفاده بکنید، از حروف بزرگ استفاده بکنید. یعنی شما اگه بده x مساوی با 2،
میشه گفت تقریبا آدم مطمئنه که همچین دستوری رو تو نرم افزار مطلب، البته بعضی دستورهای مطلب هستن که با حروف بزرگ هستن ولی خب اصلا خیلی رایج نیستن. یعنی شما اگر یک متغیر رو با حروف بزرگ تعریف بکنید، به این صورت تعریف بکنید، میتونید خیالتون راحت باشه که هیچ دستوری از نرم افزار مطلب رو در واقع از بین نبردید. خب حالا اگر این اتفاق افتاد، من میتونم با کلیر بیام اون اکس رو پاک بکنم و اگر دوباره دستور اکس رو اجرا بکنم، میبینید که اون قابلیتی قبلا داشت رو داره و بر ما اون کار رو انجام میده. یا مثلا اگر من یک فایلی ایجاد بکنم، یک تابعی، حالا مثلا فانکشن ایجاد بکنم با همین عنوان x، درست؟ ببینید اولا که به شما یه اروری میده، میگه که این عنوانی که شما ایجاد کردید، این تابعی که شما ایجاد کردید در واقع جزء توابع بیلت این مطلبه. درست؟ یعنی بهتره که از این استفاده نکنید. درست؟ خودش این ارور به شما میده. و این دستوری ما داریم به نام ویچ که به شما میگه آقا الان کدومی که از این XP که الان توی این کامند ویندو میخواد اجرا بشه از کجا قراره فراخوانی بشه. یعنی که الان به شما میگه which x، و وقتی شما فراخوانی میکنید به شما میگه که آقا من توی این اون XP رو میخوام فراخوانی بکنم که توی این فولدره، که تو همین کانال فولدر ماه. درست؟ اگر من این X رو پاک بکنم از اینجا و این ویچ X رو بزنم، ببینید به شما برمیگرده میگه این یک تابع بیلت اینه افزار مطلبه که توی این فولدر تعریف شده. خب؟ یعنی پس باید حواستون باشه که اگر میخواین یک تابعی هم تعریف بکنید، اسم اون تابع نباید، یعنی بهتره که هم اسم با توابع بیلت این نرم افزار مطلب نباشه. خب این هم واقعا نکته بود که خدمتتون عرض کردیم. بحث بعدی اینه که خب شما میتونید از همین محیط کامنت ویندو به عنوان یک در واقع ماشین حساب هم استفاده بکنید. حالا ما میخوایم یه مقدار در واقع با این بیشتر آشنا بشیم. مثلا خب اینها خیلی مباحث ابتداییه، من برای که آشنا بشید سریع مرورشون میکنم. خب 2 + 3 البته 5 رو برمیگردونه. همینطوری میتونید 3 - 2 رو در واقع داشته باشید به این صورت. 2 ضرب در 3 ضرب رو انجام میده. 1 تقسیم در 2 تقسیم رو انجام میده. برای اینکه بخواید توان رو انجام بده، باید 2 به توان 3 رو به این صورت بنویسید، یعنی شیفت 6 رو بزنید در واقع به این صورت کار توان رو انجام میده. 2 به توان 3 میشه 8. و یک بحثی هم داریم در واقع اگر به این صورت 2 بک اسلش مثلا 11 بنویسید، میاد 11 رو تقسیم بر 2 میکنه. این 5.5 رو به شما برمیگردونه. یعنی اینجا ما 1 تقسیم بر 2 به این صورته. اگر بک اسلک بنویسید این قسمت رو تقسیم بر این قسمت میکنه. بعد یک سری متغیرها هم به صورت پیش‌فرض تو نرم افزار مطلب تعریف شدن. مثلا پی رو بهتون معرفی کردم براتون. پی میشه اون عدد پی که 3.4. یک متغیر دیگه داریم به نام اینف. اینف همون بی‌نهایته. یعنی در واقع دقیقاً کار بی‌نهایت رو برای شما انجام میده. یعنی شما اگه بنویسید 13 به علاوه اینف، مقدار اینف رو به شما برمیگردونه. یا اینف تقسیم بره مثلا 2 اینف رو برمیگردونه. اینف دقیقاً همون بحث بی‌نهایت رو در واقع داره اینجا مدل میکنه براتون. یا یه متغیر دیگه داریم به نام نن که این متغیر معادل صفرومه. یعنی اگه شما بزنید یا یک عددی تقسیم بر 0، اگه بزنید 2 تقسیم بر 0، دقیقاً خروجی البته 2 تقسیم بر 0 که بی‌نهایت رو به شما میده. نن دقیقاً چه 0 تقسیم بر 0. شما 0 تقسیم بر 0 رو بزنید، خروجی نن رو به شما میده. یعنی یک تابع، یک مقدار مشخصی نیست. یعنی در واقع همون نات نامبره. میگه یک نامبری نیست. یعنی حالا بعضی موقع توی محاسبات که این نات نامبر ایجاد میشه، به این صورت در واقع نشون میده نرم افزار مطلب که به کاربر متوجه بکنه که اینجا یه سری مشکلات هست که همچین متغیری ایجاد شده.
خب حالا با همه اینها در واقع بیشتر آشنا میشیم. خب این سری توابعی هم داریم که خیلی توابع پرکاربردی هم ما اینجا خدمتتون عرض میکنیم. من x رو به این صورت تعریف میکنم. فعلا یک عدد تعریف بکنم منفی 3. با تابع ابس میتونم قدر مطلق x رو حساب بکنم. با تابع سینوس x میتونم مقدار سینوس x رو محاسبه بکنم. تابع کوسینوس x داریم، تانژانت x داریم و کوتانژانت x داریم. اینا توابع ساده هم، من فقط برای اینکه بحث کامل بشه دارم مطرح میکنم خیلی سریع. همچنین تابع ای کوسینوس ای سینوس x در واقع معکوس تابع x رو داره انجام میده. حالا احتمالاً نمیتونه چیز، یعنی ای سینوس x وقتی میزنید چون x یک مقدار داخل بازه منفی 1 و 1 نیست، همچین عدد موهومی رو به شما برگردونده. اگر من مثلا بیام تعریف کنم y مساویه با نیم و ای سینوس y رو بخوام به ما برگردونه، میبینید این مقدار رو بر حسب رادیان به ما برمیگردونه. این زاویه‌ایه که سینوسش برابر با نیمه. یا همچنین ای کوسینوس در واقع y میاد تابع معکوس تابع کوسینوس رو برامون محاسبه میکنه. و تابعی داریم، اینا تابع لوگاریتم. لوگاریتم شما وقتی اجرا میکنید، من این صفحه رو پاک بکنم. شما لوگاریتم وقتی اجرا میکنید، این لوگاریتم y رو من بخوام اجرا بکنم، میاد لوگاریتم رو بر مبنای عدد نپر بر مبنای ای حساب میکنه. یعنی شما در نظر بگیر مثلا من اگر بگم مثلا z مساوی با 10، وقتی میزنید لوگ 10 لوگ z مقدار یک رو به شما بر نمیگردونه، چون این رو به صورت بر مبنای به صورت پیش‌فرض بر مبنای عدد نپر محاسبه میکنه. اگر شما بخواید بر مبنای 10 در واقع محاسبه داشته باشید، بعد از لوگ 10 استفاده بکنید. لوگ 10 z میشه 1 یا لوگ 10 y مثلا میشه این مقدار. یعنی به این تفاوت توجه بکنید. اگه بخواید لوگاریتم بر مبنای 10 بگید بعد لوگ 10 بنویسید، اگر لوگ بنویسید در واقع همون ln رو برای شما حساب میکنه. این توابع سینوسی کوسینوسی کلا متغیرها بر حسب رادیان در واقع اینجا تعریف میشن. یعنی شما مثلا اگر بخواید داشته باشید سینوس پی دوم رو حساب بکنید، به شما یک برمیگردونه. ولی اگه بنویسید سینوس 180 تقسیم بر 2، این یه عدد دیگه به شما برمیگردونه. یعنی این رو به صورت یک رادیان در نظر میگیره. یعنی سینوس 90 رادیان رو به شما برمیگردونه، نه 90 درجه رو. خب یا یک مثلا مثالی هم بخوایم ببینیم، مثلا شما فرض کنید x یه عدد رندوم باشه، میتونید با تابع رند یه عدد رندوم تولید کنید. حالا با توابع رندوم و اینها کامل توضیح میدیم، فقط اینجا برای یک مثال میخواین در واقع بیاین سینوس x به توان 2 علاوه کوسینوس x به توان 2 رو حساب بکنید. خب میدونید این باید برابر یک بشه دیگه برای هر عدد رندومی. میبینید که این اتفاق میفته. اگر بخواید جذر رو هم بگیرید، جذر با تابع SQRT میتونید این کار رو انجام بدید. یعنی میتونید تابع SQRT جذر این رو بگیرید. خب جذر در واقع این هم برابر یک میشه. یا مثلا جذر مثلا 100 شما 10 رو برمیگردید. تابع SQRT هم در واقع کار جذر رو برای شما انجام میده. خب ببینید ما در واقع متغیری که تا الان داشتیم یک متغیرهای یک بعدی بودن، یعنی در واقع صورت عددی تعریف می‌شد. درست ما میتونیم یک سری
تو مطلب در واقع میتونیم ماتریس هم تعریف بکنیم. مثلا من میام A رو به این صورت تعریف میکنم. الان ماتریس A برای ما تعریف شده. میبینید که اینجا مقدارش هم مشخصه. اگه روش کلیک هم بکنید اینجا میتونید این ماتریس رو به این صورت ببینید و یه سری عملیات ماتریسی هم میتونید روش انجام بدید. حالا ما با اینا بیشتر آشنا میشیم. فقط برای آشنایی اولیه من بعضی دستورات رو بگم. وقتی شما می‌نویسید آی به علاوه 10 میاد همه ستون ها رو همه آرایه ها رو به علاوه 10 میکنه، همه المان ها رو به علاوه 10 میکنه. یا میتونید سینوس A رو در واقع تعریف بکنید برای همه المان ها اون در واقع سینوس رو حساب میکنه. یا آتران نهاده رو میتونید به این صورت تعریف بکنید. یعنی آب این بوده، آتران نهاده هم به این صورت تعریف میشه. یا اینورس آ رو میتونید با دستور این در واقع محاسبه بکنید که حالا چون اینجا این تابع این ماتریس A ما یک ماتریس چون سطح ستونش مستقل از هم نیست، برای گرفتن اینورسش یه مشکلات پیش میاد که حالا یه وارنینگ هم داده. خب یا اگر در واقع مثلا بذارید مثلا من این A رو یه خورده بهتر تعریف بکنم. همچنین A داشته باشیم ما، اینورس A رو میتونیم به این صورت حساب بکنیم که اینم بازم وارون پذیر نیست. این دیگه باید وارون پذیر باشه. بله ببینید الان اینورس A به این صورت تعریف میشه و من اگه بنویسم A ضرب در اینورس A میاد این ماتریس اینورس A رو به صورت ماتریسی در A ضرب میکنه. این خروجی هم در واقع به ما همون ماتریس واحد رو برگردونده که سطرش برابر با یکه و باقی المان ها برابر صفره. اینا هم میبینید که چون اینها اگر شما بخواید دقیق ببینید اینها به طور مطلق صفر نمیتونه برگردونه، چون این سری خطای عددی توی بحث اینورس گیری وجود داره، نمیتونه دقیقاً صفر برگردونه. به این صورت در واقع نشون میده، ولی خب اینا در واقع برای کار ما صفر حساب میشه. درست. اگر ما بخوایم در واقع ضرب آرایه به آرایه داشته باشیم، کلا عملیات آرایه به آرایه داشته باشیم، بعد از نقطه ضرب استفاده کنیم. یعنی اگر من بنویسم A ضرب در نقطه ضرب اینورس A، نمیاد به صورت ماتریسی ضرب بکنه، میاد در واقع هر آرایه A رو در آرایه نظیر اینورس A ضرب کنه. می‌بینید که یک مقدار متفاوتی برای خودش در واقع داده، یعنی با اون مقدار تا با اون ماتریس آی واحد ما متفاوت. خب ما این موضوعی داریم تو بحث ماتریس ها. من براتون اگه مقدار مشخص بشه اینجا بنویسم. ببینید خب یه ماتریس ما میدونیم که در واقع یک آرایه از اطلاعات از آرایه از اعداد که در واقع این به صورت m در n تعریف میشه که این m همون نشون دهنده سطره و n نشون دهنده ستونه. و اینجا اگر ما این در واقع ماتریس رو اینطوری تعریف کرده باشیم آ11 اینجا میشه آ12 چون ستون دومه دیگه، اینجا میشه آ13 تا آ1n چون ما در واقع n تا ستون داریم. اینجا میشه آ21 آ22 تا آ2n
همینطور تا در واقع سطر آخر که میشه AM1 AM2 تا AMN. خب حالا بحثی که اینجا هست اینه که ما اگر در واقع بخوایم به هر کدوم از این آرایه ها دسترسی داشته باشیم، با این دستور میتونیم در واقع این کار رو انجام بدیم. بیایم بگیم آیه مثلا 2 و 3. آیه 2 و 3 میاد در واقع به ما آرایه 2 3 رو برمیگردونه. درست؟ یعنی دو تا متغیر میگیری، آیه بهش میدی دو تا در واقع سطر دوم ستون سوم رو به شما برمیگردونه. اما اینجا میشه آیه 2 3، اینجا رو به شما برمیگردونه. درست؟ یعنی در واقع به این صورت تعریف میشه. به صورت کلی ما بخوایم بگیم، میتونیم بگیم مثلا یک تنسوری یا یک ماتریس مثلا 3 بعدی 4 بعدی مثلا آی جی کی شما در نظر بگیرید مثلا یک 3 بعدی باشه که یک ماتریسی از اطلاعات میشه که در واقع ما به همین صورت بی آی جی کی میتونیم همش رو تعریف بکنیم و به این صورت هم که بی آی پریمو مثلا جی پریمو کی پریم میتونیم به محتویاتش دسترسی داشتیم. دقت بکنید که باید با وقتی میخواین فراخوانی بکنید باید از پرانتز استفاده کنید، وقتی میخواین ایجاد بکنید باید از آکولات استفاده بکنید. درست؟ یعنی به این آکولات میگن اصطلاحاً کاتنیتور، یعنی در واقع میاد همه محتویات داخلش رو به هم دیگه جمع میکنه و یکی میکنه میریزه توی متغیر آ ما. اگر ما بخوایم به محتویات داخلش دست داشته باشیم باید با پرانتز این کار رو انجام بدیم، اگه بخوایم ایجادش بکنیم باید با آکولات در واقع این کار رو انجام بدیم. خب من ماتریس A رو به این صورت تعریف میکنم. خب برای تعریف همونطوری گفتم باید بیام در واقع از آکولات استفاده بکنم. بریک ما معمولا نمیدیم، نه، ولی چون نمیرسیم مطالب رو جمع بکنیم اگر بخوایم در واقع و اگه واقعا خسته شدید میتونید یه 5 دقیقه یه استراحت بکنید، بعد از اون طرف 5 دقیقه بیشتر بمونیم که جمع بشه مطالب. اگه موافقید یه 5 دقیقه دیگه بیام یه نفسی بگیریم یا آبی بخوریم. یه 5 دقیقه دیگه فقط خواهشان 5 دقیقه دیگه باشید اینجا. بعد از اینکه اومدیدم یادآوری بکنید دوباره ضبط رو من